دوست داری شمعای خوشگل خودت درست کنی؟ پس شمعای نصف نیمت رو نریز بیرون. بیا بهت یاد بدم چی کار کنیم. فقط کافیه شمعای اضافت رو آب کنیم و با یه قوطی آب میوه یه شمع خوشگل درست کنیم. قوطی رو به اندازه‌ای که میخوای میبری و وسطش نخ شمع رو با یه چوب آویزون میکنی و شمعها رو آب میکنی و توش میریزی و حتی میتونی از ظرف‌هایی که داری هم استفاده کنی. اگر اسانسی هم داری اضافه کن که بوی خوب بده. برای تغییر رنگش هم حتی از مداد شمعی میتونی استفاده کنی. وقتی آماده شد که معمولا بعد از چند ساعت آماده میشه میتونی پوستش رو بکنیم و یه شمع خوشگل داشته باشی. من حتی از این فراتر رفتم و خواستم که شمعای معمولی توی خونم که یه رنگ بودن رو هم تزیین کنم. از دستمال کاغذی استفاده کردم و گل‌هایی که خودم خوش کرده بودم. اگه دوست داشتی بدونی چجوری اونا رو انقدر سبز و قشنگ خوش کنیم، حتما برای من کامنت کن گل. همونطور که میبینین از کاغذ نسوز فر استفاده کردم و دستمال کاغذی رو روش گذاشتم و شمع رو توش پیچیدم و با اتو شروع کردم به گرم کردن و این شد نتیجه کار. اگه شمعتون سفید باشه، طرح دستمال کاغذی خیلی قشنگتر خودش رو نشون میده. و همین کار رو در مورد گل‌های خشکم انجام دادم و اتوشون کردم. ممنون که تا اینجا نگاه کردی و لایک میکنی. و ببینین که چه شمعای خوشگلی میتونین توی خونتون با حداقل امکانات درست کنین. نظر تو چیه؟